سلام دوستان، سلام. ما دوباره برگشتیم. مثل اینکه یک سری مشکلات تکنیکالی پیش اومده که ما نمیتونیم مهمان عزیزمون رو دعوت بکنیم. الان رویا جان اومدن. رویا جان اوکی. من سلام. سلام. الان سلام میبینم. سلام. ما بازم شما رو نداریم آقا دنیس. هیچ اشکالی نداره. نمیدونم قبلش میدیدیم شما رو ولی الان صفحه سیاهه. فکر میکنم از کانکشن اینترنت یا فون از همون طرف شماست، چون من هر سه دفعه شما رو اینجا به صورت واضح دارم میبینم. نمیدونم میخوای من گوشیمو عوض کنم دوباره امتحان کنیم یا اگر اینکه شروع کنیم؟ امکانش رو دارین، بله. بله پس بذاری من دوباره میام نو بالا. پرابلم. دوباره من خودم شما رو میگیرم. نو پرابلم. مرسی سلام پگا مرسی. جان. سلام عزیزانی که دارن جوین میشن، خوش اومدین. الان رویا جان و وحید عزیزمون هم اومدن، ولی خب مثل این که تلفن کمی مشکل داره و نمیتونن مستقیم وصل بشن. سلام. الان میبینین؟ به خب خوبین؟ حالا شما رو ما میبینیم. خدا رو شکر. خب امیدوارم که خوب باشین عزیزان و خوش اومدین. حالا قرار بود من بیام تو لایو شما، ولی شما الان هست هستین. اشکال نداره. ما بفرمایید، تو من در لایو خدمتتون شماییم ولی هستم. شما مهمون مایین آقا ما دنیس. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزایی که دارن ما رو میبینن. امشب یه مهمون عزیز داریم از کالیفرنیا، آقا دنیس عزیز. امشب لطف کردن وقتشون رو به ما دادن. آقا دنیس لطف کنید خودتون رو معرفی بکنید تا دوستان ما هم تو پیجمون با شما آشنا بشن. حتما. سلام عزیزان، سلام و درود به کسایی که الان دارن ما رو نگاه میکنن یا حالا بعداً رکورد شده این لایو رو خواهند دید. من دنیس غریبیان هستم. 17 سال پیش وارد آمریکا شدم. یه پسر 10 ساله دارم. مهندس برق، مهندس الکتریکال هستم و در کنارش بیزنس های آنلاین متعددی رو داریم ران میکنیم که یکی از این بیزنس ها همین بیزنس موفق آنلاین ما هست که داریم در موردش توضیح میدیم. آقای دنیس عزیز، ما هم یه بک‌گراندی از خودمون میدیم که دوستان از پیج شما با ما آشنا بشن. من روی بفرمایید. 8 ساله که به اتفاق خانواده ما اومدیم اتریش. من کارشناس روانشناسی هستم و توی اتریش توی ارگان دولتی استخدام رسمی هستم و مشغول به کارم و یه دختر 4 ساله داریم، یه پسر 9 ساله داریم و یه چند وقتی هم هست که به اتفاق وحید این بیزنس ما هم این بیزنس که واقعا زندگی ما رو داره متحول میکنم شروع کردیم. خیلی هم منم عالی. منم وحیدم، مهندس عمران هستم. همطور که روی گفت 8 ساله توی اتریش زندگی میکنیم. من 3 سال اینجا ادامه تحصیل دادم و تو رشته خودم در واقع استخدام شدم اینجا و الان هم در خدمت شما هستیم. خیلی هم عالی. آقا دنیس، مخاطبین ما خیلی سوالای خیلی متعددی دارن که خب حالا همش توی این لایو ما نمیتونیم از شما سوال بکنیم و ما با اجازهتون یه چند تایشو میخوایم از شما سوال بکنیم و قبل از این حالا من سوالای مخاطبین رو بگم، من خودم یه سوال از شما داشتم. شما بیزنس آنلاین مختلفی تجربه داریم و مشغول به کار هستین در موردش و اینکه حالا من ویدیوهای خیلی زیادی از شما دیدم که خودتون آموزش هم خیلی زیاد دارین. سوال من اینه که یعنی من میخوام بدونم که چی شد که شما این بیزنس به خصوص رو انتخابش کردید؟
سوال خوبه روی جان. ببینین در کلا تو دنیای اینترنت و دنیای آنلاین هر کس به یک نحوی یه بیزنس آنلاین رو ران میکنه و هر بیزنس آنلاینی هم یه قانون خاص خودش رو داره. خب با بیزنس های مختلفی که کار کردم این تجربه به من نشون داده بود که تو خیلی از این بیزنس ها این قسمت آموزش و سپورتی که باید اون تیم ارائه دهنده اون آموزش ها یا ارائه دهنده اون پلتفرم یا ارائه دهنده اون بیزنس خیلی کم کار بودن و دقیقا این آموزش ها و این سوال هایی که ما داشتیم رو نمیتونستن جواب بدن. مثلا به عنوان مثال اگر شما یک بیزنس آمازون داشته باشین و به اونا یک جایی حالا توی مسیر شما مثلا احتیاج داشته باشین که یک سوالی رو به شما جواب بدن، حتما با ایمیل با شما مکاتبه میکنن، هیچ جا به صورت لایو با شما صحبت نخواهند کرد و اگر هم ایمیل رو براتون میفرستن یا شما رو راهنمایی میکنن به همون CD اولیه‌ای که فرستاده بودن یا همون وبسایتی که مثلا این ترینینگ ها رو داره که باز دوباره شما از همونجا سوال دارین و اگر هم سوال اصلی شما رو بفهمن اون جوابی که میدن جواب اون سوال نیست. و من خیلی استراگل میکردم تو این مسیر که جوابای سوالات خودم رو بتونم درست از این افراد بگیرم، درست از این پلتفرم رو دریافت بکنم. وقتی که با این پلتفرم آشنا شدم، با این بیزنس آشنا شدم، دیدم که چقدر آموزش ها، یعنی واقعا یک کامیونیتی سپورتیو و یک آموزش های ویدیو بیسی دارن که در حقیقت من میتونم اونا رو به دفعات مکرر من اینا رو نگاه بکنم و ازش یاد بگیرم و اگر سوالی هم داشته باشم که در این ویدیوها نیست که مطمئنا هست، یعنی مثلا شاید تو ویدیو اول نباشه، ویدیو دوم اون جواب اون سوال رو داره، ولی حالا آدم سوال براش پیش میاد، بالاخره یه چیزی رو نگاه میکنین، یه کتابی رو میخونین، یه چند تا سوال براتون پیش میاد. این سوال ها رو افرادی بودن که به صورت لایو به عنوان در این بیزنس به عنوان منتور و کوچ شناخته میشن، اینا بودن که آدم رو راهنمایی بکنن، یعنی در حقیقت به ما بگن که خب اگر سوالتون اینه، سوال جوابش اینه. چرا؟ چون همین افراد هم همین ترینینگ ها رو دیدن، همین به اصطلاح آموزش هایی که به صورت ویدیو به اونا ارائه شده، اونا هم همین سوالا رو داشتن، با کوچ و منتور خودشون که تجربهش رو داشتن سوالا رو درست کردن، یعنی جوابشو گرفتن و بیزنس خودشون رو ران کردن و حالا بیشتر از ما در این بیزنس هستن، این تجربه رو دارن که میتونن به ما جواب بدن. همونجوری که اگر افراد جدید وارد میشن ما این تجربه رو داریم که به اونها جواب بدیم. در حقیقت این سیستم آموزشی که به صورت ویدیو بیس هست به من خیلی کمک کرد که بتونم تمامی نکات انجام و راه اندازی یه بیزنس رو بفهمم. البته همونجوری که مثلا میگن ابو علی سینا یه دونه مسئله رو نمیتونست حل بکنه، 40 سال کتاب خون نتونست، بعد یه دونه مثلا یه کتاب کوچیک از یه دستفروش گرفت فهمید چیکار باید بکنه، یعنی اون 40 سال رو فهمید که تازه چی خونده. منم دقیقا همینجوری شدم، چون واقعا بیزنس های دیگه رو انجام میدادم، درآمدم داشت، الان نمیگیم درآمد خیلی بالا ولی درآمدهایی رو هم به دست آوردیم، ولی اون چیزی که منو اذیت میکرد و اون چیزی که مد نظر من بود این آموزشی بود که من چطوری بتونم کار خودم باشه، یعنی خودم بفهمم چیه. و خیلی برای من مسئله پیش می اومد، خیلی برای من سوال پیش می اومد که جوابشو نداشتم و این آموزش هایی که تو این سیستم داشتیم به من این رو داد و خیلی خوشحالم که داخل این سیستم هستم، به خاطر اینکه آموزش ها و این ویدیوهایی رو که به افراد آموزش میدن و از 0 تا 100 رو با این ویدیوها شما میتونین پیش برین و بیزنس آنلاین خودتون رو راه اندازی بکنین، واقعا یک دانشگاه پورتبل کامل هست که شما با تلفنتون یه دانشگاه رو دارین با خودتون حمل میکنین و هر زمان هر سوالی که بخواید اونجا میتونین جوابش رو پیدا بکنین. من یه دیگه هم ببخشید جونم، واقعا من ارزش پیدا کردم تو این بیزینس، این که پلتفرم‌ها مدام در حال آپگرید هستن، یعنی سیستماشون روز به روز در واقع آپگرید میشه و تو آموزش های دیگه آدم تو اون مرحله که آموزش میدی تو اون سطح آپگرید میموند، ولی این امتیازی که من تو این آموزش های این سیستم دیدم که بی‌نظیره واقعا، اینی که مدام با آپگرید سیستم ما هم آپگرید میشیم و یک منتوری مدام ایراده ما رو برطرف میکنه و این سرعت ما رو 1000 برابر میکنه توی رشد این سیستم واقعا.
و کاملا یه چیز درست. جالب دیگه ای هم که آقا دنیس اینجا برای ما، حالا چون من و وحیدم خیلی دنبال یک بیزینس آنلاین بودیم که مثلا کنار کارمون داشته باشیم و خیلی شاید حدوداً 2 ساله که ما پیگیری داریم میکنیم که حالا چه کاری بکنیم که امن باشه، چه کاری بکنیم که حالا خیلی راحت باشه که اتفاقی برامون نیفته توی این سیستم بیزینس. من خیلی جالبه که اینجا خواستم برم در مورد دیجیتال مارکتینگ، در مورد حالا این سیستم، حالا فیلدهای مختلفی داشت برم آموزش ببینم و آموزش بگیرم. حالا نمیشه بگیم در حد دانشگاهی، ولی دقیقاً یه پروسه خیلی طولانی داشت گذراندن این دوره و حدوداً 20,000 یورو هزینه این کلاس ما میشد که این ما باید 20,000 یورو میدادیم و یه مدت شاید حدوداً 1 سال و نیم 2 سال آموزشمون طول میکشید تا به ما مدرک بدن و ما بتونیم مشغول به کار بشیم. و این بیزینس یه چیز خیلی خوبی که داره، ما از اون بیس اول، چون من خودم کلا آدم زیاد توی سوشیال میدیا زیاد نبودم، حالا توی اینستاگرام میمدم حالا دوستامو ببینم یا یه دوری بزنم و برم، در همین حد من اطلاع داشتم. ولی اینجا از 0 تا 100 رو دارم قشنگ آموزش میدن و خیلی خوشحالم که یه منتور و کوچی داریم که از پله اول، یعنی از اون الفبای بیس اول آموزششون قدم به قدم ما رو میارن بالا و اینم به نظر من خیلی ارزش داره. بله، بودنشون برای سپورت، برای همین چون در حقیقت آموزش هایی که ما داریم آماده هست، این آموزش ها در سیستم موجود هست. یعنی به قول یه شخصی بود که میگن آموزگار نیستیم ما، ولی این منتورینگ و کوچینگ سیستمی هست که به ما این امکان رو میده که اگر سوالی در این هیته و در این ویدیوها یا در این آموزش ها وجود هم داره که معمولا میگم جوابش داخل خودش هست، اگر یه چند بار نگاه بکنین و دقیق بدونین کجا دارین میرین، مثلا هدف چیه، دقیقا تمام اینا به صورت مرحله به مرحله درست شده و دیزاین شده هست که کسی که با یک نالج بسیار کمی وارد میشه همین آموزش ها رو دریافت میکنه، کسی هم که با های لول مارکتینگ بلده بازم وارد میشه بازم همین آموزش ها رو میبینه. یعنی فرقی نمیکنه کی وارد میشه، اون آموزش ها و اون پلتفرم دقیقاً اون آموزش ها و اون ویدیو ها رو همون ها رو باید فالو بکنه. یعنی این مسیر همونه، مسیر تغییر نمیکنه، آموزش ها تغییر نمیکنه. ولی منتور و کوچی که وجود دارن، منتور و کوچ خیلی وجودشون مثبت تو این بیزنس. چرا؟ چون سوالاتی که پیش میاد رو جواب میدن و این خیلی مهمه که تو بیزنس های دیگه یکی از بزرگترین فرق‌های این بیزنس با بیزنس های دیگه همینه که چون اونجا همچین منتور و کوچی برای شما نیستن که تا شما سوال بکنین یکی از یه سر این جهان بهتون جواب بده. یکی از مهمترینش اینه که زبان مادری ماه و این به خدا خیلی به نظر من بزرگتری، چون اینجا آموزش مثلا ما اتریش زبانش آلمانیه و ما هر آموزشی میبینیم به زبان مادری، به زبان آلمانیه، حالا درسته میفهمی، ولی اینکه آدم با زبان شیرین مادری خودش یه چیزی رو بفهمه و با اون حس و درونی خودش بتونه درک بکنه، به نظر من یه پوان خیلی مثبت میتونه باشه. کاملا درست. ببخشید یه سوالی هم که معمولا باش روبرو هستیم ما اینه که مزیت این بیزینس نسبت به بیزینس های دیگه چیه و چطور مطمئن باشیم که این بیزینس اسکم نیستش؟ مزیتاش از کدومش بگم وحید جان؟ ماشاءالله انقدر مزیت داره که اگه بخوایم تا فردا صبح در موردش صحبت بکنیم کم گفتیم. مزیت‌های بیزنس خیلی زیاده. ما هست، به خاطر همین اگر شما توضیح کامل بر ما بدیم ممنون دارم. حتما. این مزیت‌هایی که بیزنس ما داره، یکی از مزیت‌های بزرگش همین قسمت منتورینگ و کوچینگ هست و آموزش‌های ویدیو بیسی هست که شما هر موقع دوست دارین میتونید وارد بشین. بعد در بیزنس ما یکی دیگه از مزیت‌هایی که هست اینه که شما با وارد شدن به این بیزنس یک علم جدیدی رو دارین یاد میگیرین. یه چیزی هست که الان داره تو دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه و شما با کمترین هزینه‌ای که دارین
اصلا میتونم بگم رایگان در اختیارتونه. وقتی که شما وارد بیزنس میشین در حقیقت اینا تمام این آموزش‌ها در اختیار شما هست. شما دارین یه علم جامعی رو تو دنیا دارین یاد میگیرین که حتی با استفاده از این علم شما میتونین این بیزنس رو ران بکنین یا برین یه بیزنس دیگه ایجنسی برای خودتون، مارکتینگ ایجنسی برای خودتون درست بکنین در ساید همین بیزنس و اون کارم انجام بدین. یکی دیگه از مزیتاش اینه که سن توش مطرح نیست. یعنی از لانگ از اینکه شما سن قانونی رو داشته باشی که در اون کشور یا در اون ریجنی که هستی بتونی کار بکنی و اجازه کار رو داشته باشی، شما میتونین این بیزنس رو ران بکنین. حالا متاسفانه از توی کشورمون ایران و افغانستان نمیشه این بیزنس رو ران کردن به دلیل تحریمات بانکی، نه اینکه این بیزنس اونجا نمیتونه فعالیت آنچنانی داشته باشه، نه، چون بیشتر با بانک‌های بین‌المللی کار میکنه و کد بیزنسی در حقیقت یک کد بین المللی هست، نمیتونه با ایران و افغانستان در تماس باشه و کار بکنه چون تو تحریم‌های اقتصادی هست. از طرفی دیگه شما مالیات بر درآمد این بیزنس رو پرداخت میکنید. شما هر درآمدی رو که داشته باشین هم میتونید کلیم بکنین و اکسپنس روش بذارین مثل مالیات های معمولی و هم میتونین مالیات بر درآمدتون رو ریپورت بکنین. این برمیگرده به سوال دوم شما وحید جان که افراد میپرسن چرا ما از کجا باید اطمینان داشته باشیم که این بیزنس قانونی هست. در هر کشوری، در هر ریجنی بماند که چه کاری شما دارین انجام میدین، تا اونجایی که دولت اون کشور یا اون مرکز کار اون کشور یا مرکزی که سیستم کاری و در حقیقت مالیات اون کشور رو داره کنترل میکنه بدون شما دارین این کار رو انجام میدین، کد بیزنسی شما رو داشته باشه و شما اعلام بکنین که من از بیزینس X انقدر درآمد داشتم، آقا مالیاتش چقدر میشه حساب بکنید تا من پرداخت بکنم و برای شما فرم میفرستن. از طرف دیگه شما هر هزینه‌ای که برای حتی اون دوره آزمایشی که شما می‌خواید وارد بشین و $149 رو پی می‌کنید براتون رسید میدن. یک بیزینسی که به شما رسید بده و از شما بخواد که مالیات بر درآمدتون رو به دولت اون کشور ارائه بدین، این بیزنس نمیتونه غیر قانونی باشه، چون اگر غیر قانونی بود تا الان وجود خارجی نداشت، چون الان 7 سال آنلاین شده و کمپانی مادری که ما باش کار میکنیم 50 سال اصلا خدمت آفلاین داره. بنابراین یک سری قواعد و قوانینی داره که این بیزنس رو از بیزنس غیر قانونی بودن در میاره. یک سری الزاماتی داره که شما قبل از اینکه وارد بیزنس بشین، قبل از اینکه بیزنس رو شروع بکنین، شما باید این فرم‌ها رو داشته باشین. کانترکت داره و تمام اینها در حقیقت شما مثل اینکه شما برین یه مغازه‌ای رو سرقفلیش رو دریافت میکنین و بعد شما میرین داخل این مغازه، حالا هر بیزنسی که خواستین توش ران میکنین که اونم با تصمیم خودتون با سرمایه‌گذاری و هر بعدم مراحل بعدی که هست. از طرف دیگه وقتی افرادی که دارن داخل این بیزنس کار میکنن الان هلوش 192,000 نفر در کل دنیا دارن این بیزنس رو ران میکنن با ریجن های مختلف، با زبان های مختلف، با معلومات مختلف، با درصد توانایی های مختلف. ما لویر داریم، دکتر داریم، داروساز داریم، مهندس داریم، همونجوری که وحید جان، من، خیلی از عزیزان مادران خانه‌دار داریم، مادرانی که شاغل هستن و دوست ندارن دیگه کار بکنن. هر مدل آدمی، دانشجو داریم، هر مدل آدمی رو که شما بخواید در هر لولی از زندگی و در هر لولی از سرمایه‌ای که باشن یا در هر لولی از قدرت مالی هم که وجود داشته باشه براشون، توی این بیزنس شما پیدا میکنین که اومدن و این بیزنس رو شروع کردن و این بیزنس در حقیقت انقدر افوردبل هست و یکی از دیگه از مزیت‌های این بیزنس سرمایه گذاری که لازم داره برای شروع این بیزنس افوردبل هست. حتی درجه دانشجویان رو پایین نمیارم، ولی دانشجویان چون بیشترین مقدار پول رو پرداخت میکنن برای اینکه هزینه تحصیل بکنن، برن بیان، خب این براشون خیلی خرج زیاد داره، چون هم دارن درس میخونن و خیلی هم مثلا ساید هم دارن کار میکنن. حتی دانشجوها هم با اون درآمد بسیار کمی که حاصل میکنن میتونن در این بیزنس سرمایه گذاری بکنن و در کنار درسشون این بیزنس رو ادامه بدن. این مزیت بعدی این بیزنس هست. شما این بیزنس رو میتونین در کنار موازی با کار اصلی خودتون، حالا ممکنه دانشجو باشین، دانشگاه دارین میرین، یا
کارمند هستین، دارین شرکت کار سر کار میرین، یا مغازه یا بیزنس اصلی آفلاین خودتون رو دارین، در کنار اونها شما میتونین این رو انجام بدین. و با به خاطر داشتن سیستم اتوماسیونی که این بیزنس داره و تقریبا میشه گفت مجوریتی یا قسمت این کار رو براتون انجام میده، خیلی بیشترین مقدار کار رو به اصطلاح این لود کار رو خودش داره براتون هندل میکنه. این امکان رو به شما میده که شما با صرف کمترین زمان ممکن بتونین این بیزنس رو در کنار بیزنس اصلیتون ران بکنین و اذیت نشین. از طرف دیگه هم مزیت بعدیش اینه که شما به یه لولی از درآمد در این بیزنس خواهید رسید که به عنوان، حالا اگر بخواید فارسی ترجمهش بکنید، به عنوان بازنشستگی میشناسید، ولی این به این معنا نیست که اگر بازنشسته شدی دیگه نمیتونی کار بکنی. ما به یک پسیو اینکام میرسیم، در حقیقت یک اینکام ثابت شما دریافت خواهید کرد وقتی حالا لول های مختلفی داره، چون توی سیستم های مارکتینگ یه سری نتورک داره کار میکنه و نتورک مارکتینگ در حقیقت اینجوری داره کار میکنه و شما به اون لول بالایی که رسیدین، به اون لول اصلی که رسیدین، شما میتونین به یک درآمد ثابت دست پیدا بکنین که ماهیانه این درآمد رو به شما میده و این درآمدی که شما بهش میرسین خیلی بیشتر از اون درآمدیه که خیلی از افراد بازنشسته در اون دوران میگیرن، چون واقعا اونو دولت به شما پرداخت میکنه، ولی این چیزیه که شما دارین ارنش میکنین، یعنی دارین کار میکنین براش، دارین مثل بیزنس خودتون داره بهتون اینکام میده و در حقیقت اون درآمدهای بالایی رو که شما در این بیزنس میبینین دقیقاً لول های مختلفی داره. در لول های مختلف درآمدها هم با همون لول ها بالا میره و این خیلی خوبه، چون یه جا ثابت نمونه. مثل حقوق کارمندی نیست که شما اگر سالیانه هم بخوان به حقوقتون اضافه بکنن، حالا 3% یا 2% اضافه میکنن، اونم تازه منتشو میذارن میگن آقا اضافه کردیم. بچه مالیات میگیرن ازش دوره، بازم مالیاتش هم که میگیرن همون 0.5% هم برای آدم نمیمونه. خیلی مزیت داره ولی جان اگه بخوام بشمارم تا فردا صبح بشینم یکی براتون تا فردا صبح میتونم بشمارم، ولی وقت این لایو اجازه نمیده و فقط قانونی بودن این بیزنس ثابت شده هست. اگر قانونی نبود 190,000 نفر آدم تو دنیا این کار رو انجام نمیدادن. از طرف دیگه دولت اون کشوری که شما دارین کار میکنین میدونه که شما دارین این کار رو انجام میدید و برای شما فرم میاد. حالا برای ما 1099 میاد، برای فکر کنم T4 برای کانادا میاد، برای شما نمیدونم چه فرمی میاد، ولی میدونم خودمون مستقیم اعلام کردیم. شما خودتون مستقیم اعلام میکنید. حالا میگم در ریجن های مختلف بنا به قوانین اون کشورها یا ایالت ها یا اصلا مناطق مختلف فرق داره که چجوری مالیات رو پرداخت میکنین، ولی حتما چیزی که بتونین شما مالیات پرداخت بکنین، کاری رو که شما دولت اون کشور، ریجن اون کشور بدون شما دارین انجام میدین، نمیتونه غیر قانونی باشه. آقا دنیس عزیز، حالا دوستان ما که توی لایف هستن یا حالا بعد ریپلی این لایو رو میبینن، چطوری میتونن وارد این بیزینس ما بشن؟ چطوری میتونن که شروع کنن این بیزینس رو؟ من همیشه میگم قبل از اینکه اصلا وارد بشن و بیان اصلا ببینن این بیزنس چیه، اول باید این هدف رو داشته باشن که میخوان اصلا یه بیزنس داشته باشن، چون کلمه بیزنس خودش به تنهایی آدم رو میترسونه. ولی خیلی هم میگن من بلد نیستم اصلا بیزنس، من بیزنس انجام بدم، این هم مثلا کارمند بودم حالا بیام بیزنس، مثلا هیچ چیز بیزنس نمیدونم. ببینید بیزنس یعنی این که یه چیزی، یه محصولی رد و بدل میشه با یه پولی گرفته یا داده میشه، یه پولی در این مسیر داره جابجا میشه، این یعنی بیزنس. شما داری یه درآمدی یا اعلام میکنی یا داری درآمد زایی میکنی. در حقیقت بیزنس یعنی این. وقتی شما میخوای یه بیزنس داشته باشی، حالا چه آفلاین چه آنلاین، باید یه سری آمادگی های لازم رو داشته باشی که این باز دوباره یکی از مزیت‌های این بیزنس آنلاینه که اگر شما بخوای این رو انجام بدی، این آمادگی‌های لازم رو حتی اگه نداشته باشی و واردش بشی، اینجا آموزش‌ها و به صورت ویدیویی برای شما ارائه میشه که شما بتونین این آمادگی ذهنی رو پیدا بکنین. دقیقاً. ازتون تشکر ممنون. خواهش میکنم. ممنون. وقتی آخه کار ما اطلاع رسانی عزیز، وقتی ما اطلاع رسانی میکنیم، من همیشه سعی میکنم اطلاعات رو به صورت واضح و کامل بگم و اگر سوالی هم هست، چون
اکثر افراد میگن آقا ما تمام این ویدیوها رو هم نگاه کردیم، تمام این چیزها هم دیدیم، آخرش نفهمیدیم آقا شما چی کار میکنید. ولی خب حالا قبل از اینکه بگم افراد چجوری وارد بشن، من یک جمله کوتاه هم بگم که ما در حقیقت علم سوشال مارکتینگ، علم مارکتینگ در سوشال مدیا رو به افرادی که دوست دارن بیزنس آنلاین خودشون رو راه اندازی کنن به اونا نشون میدیم که راه کجاست، با آموزش های لازمی که لازم دارن به صورت ویدیوهای آموزشی به اونا ارائه میدیم. افراد اگر دوست دارن بیان یاد بگیرن و بیزنس آنلاین خودشون رو راه اندازی بکنن، ما این کار رو براشون راحت کردیم و این آموزش ها رو براشون آماده داریم، بهشون ارائه میدیم و ما هم در کنارشون هستیم. بیزینس رو شما به تنهایی شروع میکنین ولی به تنهایی ادامه نمیدین، چون در مسیر راه سپورت های خیلی، همینجوری که رویای عزیز فرمودن، سپورت واقعی، سپورتی دارین که این رو به سوالای شما رو جواب میده، سپورتی دارین که وبسایت شما رو درست میکنه، چون در حقیقت بیزنس به صورت یک چارچوب کامل 4 تا موردی رو که یه اصلا کلا بیزنس نیاز داره رو برای شما طراحی کرده و جاسازی کرده توی یه پکیجی که آماده در اختیارتون میذاره. یعنی یک بیزنس آماده رو به شما میده و شما با داشتن وبسایت خودتون، با داشتن سپورت خودتون، با داشتن آموزش هایی که تحت اختیار خودتون هست، بتونین هر زمانی، هر جایی، هر مکانی، با هر علم و درجه‌ای که هستین، از نانگ از اینکه کمی در حد متوسط انگلیسی رو بلد باشین که این ترینینگ ها رو بخواین یاد بگیرین، که بازم عزیزان ما دارن اینو تلاش رو میکنن که تا اونجایی که بتونن این ترینینگ ها رو هم به فارسی داشته باشن که افرادی که وارد میشن بتونن این بیزنس رو بفهمن خیلی راحت تر. البته انگلیسی ها خودش به حد خودش کامل و ساده هست برای فهمیدن. بنابراین افرادی که میخوان وارد این بیزنس بشن، داخل پروفایل من، داخل پروفایل وحید و رویای عزیز میتونین وارد اینستاگرام بشین، داخل پروفایل ها برین و از اونجا میتونین وبسایت های ما رو پیدا بکنین یا اسم و ایمیل آدرستون رو برای ما بفرستین تا ما بتونیم این ویدیوهای آموزشی رایگان ابتدایی رو برای شما بفرستیم. در حقیقت ویدیوی اول یک وبیناری هست، 90 دقیقه هست که برای شما فرستاده میشه به صورت رایگان. این ویدیو به شما هلوش 40 دقیقه اولش کلا بیزنس رو به صورت کلی براتون توضیح میده که بیزنس اصلا چی هست، چه از کی اومده، اصلا از کی شروع، اصلا کلا چرا شروع شده این آنلاین بیزنس، و تمام این اطلاعات کلی رو به شما میده که بیزنس اصلا در چه موردی هست. و در قسمت دومش تستمونیال افرادی هست که وارد این بیزنس شدن و به یک موفقیت های دسترسی پیدا کردن. حالا اون موفقیت ها و اون مسیرها و اون اشتباهات یا اون به اصطلاح موفقیت های خودشون رو، ساکسس خودشون رو با ما هم شیر میکنن که ما هم بتونیم در بیزنس خودمون رو اگر به امید خدا شروع بکنیم از اونها هم استفاده بکنیم و ببینیم که اونا آدمای واقعی هستن که از چه مرحله به اون مرحله رسیدن. شاید من هم در یکی از همون مراحل الان گیر کردم و میخوام یه کاری رو انجام بدم، نمیدونم و ببینم که خب اون آقایون اون خانومی که اونجا هست دقیقاً همین جوری بوده، خود دقیقاً این بیزنس بهش کمک کرده که تونسته این کار انجام بده. شما بعد از اون وارد دوره آزمایشی ما میشین که ما بهش میگیم دوره ترایال. این دوره ترایال $149 آمریکا رو که ریفاندبل هست، یعنی به شما برگردونده میشه اگر نخواستین بیزنس رو ادامه بدین در طول دوره 30 روز. این امکان رو به شما میده که این یکی دیگه از وحید جان مزیت‌های بیزنس هست که تو هیچ بیزنس دیگه‌ای پولی رو که از شما بگیرن به شما فرجه نمیدن که شما اول تحقیق بکنین، بعد اگه نخواستین تازه اون پولم بدون اینکه کم و کسری داشته باشه بهتون برمیگردونین در یک روز یا 2 روز پولش به شما برگردونده میشه بدون اینکه اصلا سوال بکنن چرا اصلا این بیزنس رو شروع نکردی یا کردی یا هر کاری میخوای دوست داری انجام بدی. وقتی شما وارد اون دوره $149 یا دوره آزمایشی یا دوره ترایال ما میشین، اونجا شما با پلتفرم های مختلف، پلن های مختلف بیزنسی آشنا میشین، درآمدها رو میبینین و اصلا میفهمین که این بیزنس از X تا آخر، از A تا آخرش چجوری داره اصلا درآمدزایی میکنه، سیستم درآمدزاییش چه شکلی هست، پلن ها رو برای شما، آپشن ها رو برای شما توضیح میدن. و مهمتر از همه شما وارد یک گروه VIP فیسبوکی تیم ما میشین که اونجا تمامی درآمدها، تمامی موفقیت‌ها، افراد لایوی که 190 همونجوری که عرض کردم 190 خورده هزار نفر آدم داخل اون پیج فیسبوکی هستن، اونجا تمام اینها رو میبینین شما و
به تک تک این افراد شما میتونین مسیج بدین، باشون صحبت بکنین، باهاتون لایو میان، باهاتون صحبت میکنن و اگر هر سوالی که دارین در اون دوره 30 روزه به شما ارائه میشه. کامپنی ها به شما معرفی میشه با شعبات و تلفن و آدرس حتی اون کامپنی که دارین شما میخواین باش کار بکنین یا همون کامپنی مادر ما که اگر خواستین باش کار بکنین دقیقاً تلفن‌هاش مشخصه، جاش مشخصه، اسمش مشخصه، شما واردش میشین. حتی میتونین با کامپنی که مطمئن بشین که وجود خارجی داره ارتباط برقرار بکنین، سوالاتتون رو بپرسین و تمام به صورت کاملا واضح و شفاف بدونین اصلا این بیزنس چی هست، برای چی کار میکنه و شما اگر میتونین این رو انجام بدین تصمیم میگیرین با کدوم کامپنی، با کدوم پلنی که براتون چیدن و در حقیقت با کدوم سرمایه گذاری میخواین وارد بشین. چون این بیزنس هست، بیزنس احتیاج به سرمایه گذاری داره، سرمایه گذاری افوردبلی داره که اکثرا افراد میتونن این کار، حتی دانشجویان هم که در لول درآمدزاییشون خیلی کم هست چون فعلا دارن درس میخونن و دارن خرج میکنن، فقط اون دانشجوها هم میتونن این بیزنس رو شروع بکنن چون واقعا افوردبل هست. حتی سیستم های قسطی داره که شما میتونین با قسط دادن و قسطی پلن ها رو برداشتن وارد این بیزنس بشین و تمام این پلن ها رو از طریق یک کوچینگ کال، در حقیقت 2 بار شما کال دریافت میکنین. دفعه اول خوش آمدگویی، دفعه بعدی پلن ها و تمام این چیزا که تصمیم گرفتین رو کوچ به شما توضیح میده. افرادی هستن که تجربه کافی رو دارن که این توضیحات رو دقیق برای شما بازگو بکنن، پلن های شما رو بر حسب اطلاعاتی که شما به اونا میدین، سرمایه‌ای که میخواین بذارین، مرحله‌ای که میخواین شروع بکنین، این اطلاعات رو شما میدین، اونا براتون پلن های مختلفی رو ارائه میدن. شما یک پلنی رو خودتون انتخاب میکنین. مثلا شما میخواین یه فرانچایز بگیرین، میخواین بگین آقا من فرانچایز میخوام همبرگر بفروشم یا میخوام مثلا برم استارباکس بگیرم یا میخوام برم کار آموزشی بکنم یا میخوام، تمام اینا رو خودتون دیساید میکنین چون بیزنس رو خودتون باید ران بکنین. بیزنس یعنی مال خودتونه، تمام ریسپانسیبیلیتیش مال خودتون. حالا اگر تصمیم گرفتین با تمام این اطلاعاتی که دریافت کردین این رو شروع بکنین و ادامه بدین که این $149 هزینه ای هست که کوچ به شما تماس میگیره، هزینه ای هست که وبسایت شما رو برای اولین بار برای شما درست میکنن با اطلاعاتی که شما بهشون میدین. در حقیقت وقتی که شما وارد بشین اون پلن هایی که انجام شده، سرمایه گذاری و کانترکت نویسی و تمام اینا که انجام شد و شما وارد بیزنس شدین، ترینینگ ها برای شما باز خواهد شد و اونجا دیگه تمام این ویدیوها در اختیار شماست، پلن در اختیار شماست، بیزنس شما آپ اند رانینگ و سیستم سپورتی که 24 ساعته اونجا هست. شما میتونین ایمیل بهشون بدین، وبسایتتون رو براتون درست میکنن با اطلاعاتی که شما میدین و در حقیقت یه پکیج کامل رو که شامل محصولات، آموزش، کوچینگ و منتورینگ و آیتی سیستم هست رو به صورت یک پکیج کامل شما دریافت میکنین و ادامه میدین. حالا اگر هم دوست نداشتین و گفتین نه این بیزنس مال من نیست، شما رو به خدا میسپارن، $149 هم بهتون پس میدن و حداقل اومدین ریسک فری، چیزی از دست ندادین، یه چیزی هم یاد گرفتین. فقط در اون طول دوره 30 روز شما این وقت دارین این پول رو ریفاند بکنین. فکر کنم همه چی رو گفتم. اگه چیز دیگه مونده خیلی توضیحاتتون واقعا کافی، واقعا فنی و جامع بود. خیلی ممنون از این زحمت. آقای بهرام جان. سلام بهرام جان، خوبین؟ خب آیا محصولات قابل بازگشت یا اکسچنج هستن؟ ببینین محصولات قابل بازگشت یا اکسچنج، من این رو دقیق نمیدونم، دقیق نمیفهمم سوال رو، ولی خب اگر محصولی اومد و محصول خراب بود، خب کامپنی هست میفرستین محصول رو عوض میکنن دیگه. اینجوری نیست که شما محصول رو درود به شما بهرام عزیز، شما محصول رو میتونی اصلا بهشون برگردونی و از اونجا مثلا محصول جدیدی رو بگیرین، چون خدمات پس از فروش و تمام اینها بعد از اینکه شما وارد بیزنس شدین دیگه با ما نیست، چون ما حتی فروش اون دستگاه هم با ما نیست. یعنی ما فروشی نداریم مستقیم، ما فقط
اطلاع رسانی میکنیم که یک همچین بیزینسی هست، یک همچین آموزش هایی هست، یک همچین پلتفرمی داره کار مارکتینگ رو انجام میده. شما اگر دوست دارین هم یاد بگیرین و هم در کنارش کار اصلی خودتون رو انجام بدین و بیزنس خودتون رو ران بکنین، شما میایین و اون رو دریافت میکنین. این محصولات در حد عالی هستن، در دنیا شناخته شده هستن. البته باید بیاین چون محصولات زیاد هست و انسان هم جایز الخطا است. اگر من بخوام اون اطلاعات رو الان به شما بگم، نه اینکه نمیتونم بدم، میتونم اون اطلاعات رو بدم، ولی نمیخوام اشتباه اطلاعاتی رو اشتباهی به شما بگم، چون اون ویدیوهایی که برای شما فرستاده میشه مرحله به مرحله برای اینکه شما دقیق بفهمین از کجا باید شروع بکنین و اصلا از کجا شروع شده و تمام این اطلاعات به صورت مرحله‌ای در اختیار شما قرار میگیره و شما از نظر ذهنی دیگه گیج نمیشین که از این خب الان اینو گفت، خب حالا دنیس اینو گفت، خب حالا دنیس حالا این چی شد، پس این یکی چی شد. این اونجا درست دیزاین شده، این ویدیو درست مرحله به مرحله میره جلو که شما بتونین اون رو دایجست بکنین، چون اطلاعات زیاد هست و نزدیک 7-8 ساعت ویدیو هست که بعد از اینکه شما وارد ترایل شدین اون رو میگیرین، تمام اطلاعات رو دریافت میکنین و اگر باز دوباره سوالی بود، کوچ و منتور و اون گروپ وی آی پی فیسبوکی در اختیار شما هست که بتونین هر سوالی که دوست دارین اونجا برای شما بازگو بکنین. خیلی متشکرم جناب آقای دنیس، خیلی زحمت کشیدیم. ممنونم که وقتی رو به ما دادید. سال خیلی زیاده و حوصله دوستان دیگه خارجه. حالا همون جوری که آقا دنیس گفتن، هر کسی که خواست اطلاعات بیشتری بگیره میتونن توی دایرکت ما یا جناب آقای دنیس ایمیلشون و اسمشون رو بذارن و اطلاعات بیشتری دریافت بکنن. و همون جور که آقا دنیس گفتن، کشور ایران و افغانستان متاسفانه به خاطر تحریما قابل اجرا نیست. خیلی متشکرم آقا دنیس، خیلی ممنونم. بازم ازتون راهنمایی بیشتری میگیریم و مزاحمتون میشیم. متشکرم هستم. ممنونم از لطفتون. موفق باشین عزیزان و امیدوارم که بچه‌ها هم ببینیم تو این بیزنس. قربان شما. متشکرم. مرسی جناب. ممنونتونم. شبتون بخیر. روز شما بخیر. روز ما و شب شما بخیر. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. خدا نگهدار.